به نام خدا، از گروه تخصصی تامینیار خدمت شما هستیم. امروز میخوایم در رابطه با اصول نگهداری دستگاه‌های سیپاپ و بایپاپ کمپانی رسمت و همچنین اکسسوریایی که دارن صحبت کنیم. هر آنچه که لازم دارید شما برای نگهداری این دستگاه‌ها و لوازم جانبیشون خدمت شما امروز توضیح میدیم و امیدوارم که حتما رعایت کنید. نکات خیلی نکات ساده ایه. خیلی از شمایی که دارید این ویدیو رو میبینید قطعا این دستگاه ها رو میشناسید، با این دستگاه ها کار کردید، میدونید که دستگاه های سیپاپ و بایپاپ کمپانی رسمت دستگاه های با کیفیتی هستند و این دستگاه ها توی کشور خودمون بیش از 25,000 نصب داریم داخل کشور و در اختیار کاربران عزیزمون قرار گرفته و دستگاهی است که ساخت کشور آمریکاست و FDA استاندارد FDA آمریکا رو داره، تاییدیه سی اروپا رو داره و کیفیت به حال بالایی دارن. اما اگر میخوایم که عمر اینها طولانی تر بشه و به مدت طولانی بدون هر اشکالی از این دستگاه استفاده کنیم، لازمه که این نکات ساده‌ای که خدمتتون میگیم رو حتما رعایت کنید و مطمئن هستم که اگر این نکات ساده رو رعایت کنید تا مدت‌ها میتونید از این دستگاه‌ها بدون هیچ گونه اشکال و خرابی استفاده کنید. خب روند این دوره‌ای که براتون آماده کردیم این شکل هست که اول یه اسلایدی رو آماده کردیم توضیح میدیم، خیلی خلاصه از مطالبی که در ادامه میاد توی اسلاید خدمتون توضیح میدیم، بعد میریم روی فیلم و اونجا یه مقدمه خدمتون میگیم و روی خود فیلم هم جزئیات این موارد رو حتما میبینید که به صورت عملی هم آشنا میشید با روند نگهداری دستگاه‌های سیپاپ و بایپاپ. خب برای نگهداری این دستگاه‌ها واقعا یه سری کارهای ساده باید انجام بدیم. حالا خدمتتون میگیم که به صورت روزانه، هفتگی و 6 ماهه چه اقداماتی رو باید انجام بدیم. خب اقدامات روزانه‌ای که در مورد دستگاه باید انجام بدیم اینه که آب همودیفایر رو خالی کنیم و داخلش رو خشک کنیم و بذاریم توی جایی که هوا بخوره تا شب بتونیم از اون یا قبل از خواب بتونیم از اون استفاده کنیم. یه نکته که من باید اضافه کنم اینه که این نکات در رابطه با همه مدل‌های سیپاپ و بایپاپ کمپانی رسمت صادق هست. حالا هم اون افرادی که سری اس دارن، مدل قدیمی تر رو دارن، هم سری جدیدتر ایرسنس 10 و لومیس که حالا بایپاپ هستند و اینکه دستگاه‌های جدیدتری هم که حالا کمپانی رسمت تولید کرده، حالا تو ایران نیومده ولی به زودی حتما میاد و در اختیار کاربران عزیز قرار میگیره، سری ایرسنس 11 هست که همه این دستگاه‌ها این اصولی که برای نگهداریشون میگیم یکسانه، یعنی هیچ فرقی نمیکنه شما چه مدل از این دستگاه‌ها رو دارید. منم سعی کردم توی فیلمی که داریم از مدل‌های مختلف بیارم که ببینید همه در واقع شبیه هم هست و هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن از نظر اصول نگهداری. ما یه سری بس اقدامات روزانه رو خدمتتون گفتیم. اولیش این بود که چمبر رو آبش رو خالی کنیم و اگر از همودیفایر استفاده کردیم و داخلش آب هست آبش رو خالی کنیم و با دستمال خشک کنیم و بذاریم توی فضایی که هوا بخوره و کاملا خشک بشه. اقدام بعدی روزانه در رابطه با ماسک هست و همونطور که حالا تو شکلم دارید میبینید ماسک های کمپانی رسمت این خاصیت رو دارن که خیلی راحت از هم باز میشن، دیساسمبل میشن و قطعات اون به راحتی میتونه شسته بشه و نظافت بشه. باز این از ویژگی اختصاصی ماسکه که قطعاتش به راحتی از هم جدا میشن، از جمله کوشن که بعضا نیاز هستش که تعویض بشه. خب به راحتی ما میتونیم کوشن ماسک رو تعویض کنیم و تو سایت خودمون هم اگر ببینید الان یک مدل از این کوشن رو داریم و میتونید تهیه کنید. خب قاعده کلی
برای شستشوی روزانه ماسک اینه که اجزا و قطعاتی که با صورت در ارتباط هستند، با پوست صورت در ارتباط هستند و در مسیر تنفسی هستند باید به صورت روزانه شستشوی اینها انجام بده که حالا توضیحشو توی فیلمم خدمتتون میدیم. همونطور که اینجا میبینید کوشن هست، زانویی که حالا داخل این ظرف میبینید شما، دریچه بازدمی، فریم که حالا توی شک باز دوباره میبینید و بعضی از تویوب ها هستن که بعضی از ماسک ها هستن که یه تویوب کوتاهی جلوشون دارن، مثلا ماسک پیده و اون هم جزء این پروسه شستشو باید انجام بشه. پس اقدامات روزانه در خصوص دستگاه و ماسک رو خدمتون گفتیم. اما اقدامات هفتگی، به صورت هفتگی هم ما یه سری فعالیت ها رو باید انجام بدیم. اولش این که شستشوی بند ماسک باید به صورت هفتگی انجام بشه. همچنین شستشوی کلایمت لاین یا لوله های تنفسی که حالا یا میتونه کلایمت لاین باشه یا لوله های معمولی باشه یا استاندارد، و چمبر همودیفایر به صورت هفتگی، حالا با روشی که خدمتون تو فیلم هم نشون میدیم، حتما باید شستشوی اونها انجام بشه و از آب و صابون ملایم، آب ولرم و صابون ملایم باید استفاده بشه برای شستشوی این اقلام. پس اقدامات هفتگی، شستشوی بند ماسک، چمبر همودیفایر و لوله های تنفسی رو خدمتون گفتیم. اما یه کار دیگه که باید انجام بدیم اینه که قطعات رو هم به صورت هفتگی بازرسی کنیم، هم دستگاه هم قطعات ماسک رو. هر گونه مشکلی اگر بود اونها رو تعویض کنیم و چک کنیم که اگر قطعه‌ای معیوب هست از اون قطعه استفاده نکنیم. پس چک کردن قطعات، هم سطح ظاهری دستگاه هم ماسک و لوله‌های تنفسی، به صورت هفتگی باید انجام بشه. و اقدام دیگه‌ای که باید به صورت هفتگی انجام بدیم اینه که سطح دستگاه رو با یه دستمال خشک تمیز کنیم. حالا من تو ادامه یه تصویر رو به شما نشون میدم که میبینید که تو این تصویر چه بلایی سر دستگاه اومده. یه دستگاهی که خب احتمالاً چند سالی استفاده شده و هیچ نگهداشتی براش انجام نشده و این وضعیت دستگاه هست و قطعاً مشکلات زیادی تو این دستگاه وجود داره و نیاز به یه تعمیر و سرویس اساسی داره. خب بس اقدامات هفتگی، بحث نظافت دستگاه رو هم خدمتون گفتیم و اقدامات 6 ماهه‌ای که باید انجام بدیم. اول اینکه فیلتر دستگاه که تو همه مدل ها هست، این فیلتر باید به صورت 6 ماه یک بار عوض بشه. این فیلترها قابل شستشو نیستند و توسط شرکت نمایندگی باید تعویض بشن. در رابطه با مورد بعدی که 6 ماه باید انجام بشه، بحث سرویس و بازرسی و سرویس در صورت نیاز هست. ببینید کمپانی رسمت توصیه کرده که توسط کارشناسان فنی دستگاه باید به صورت دوره‌ای بازرسی بشه و در صورت که نیاز به سرویس دارند سرویس اونها انجام بشه و یا اگر تعمیر نیاز دارن تعمیر اونها انجام بشه. توصیه ما 6 ماهه هست که هر 6 ماه یک بار که شما فیلتر رو عوض میکنید یک مرتبه هم دستگاه چک بشه و اگر نیاز به سرویس داشت سرویس اون هم انجام بشه. پس این بخش اول در واقع این دوره بود و ما خیلی خلاصه سعی کردیم که فعالیت هایی که به صورت روزانه، هفتگی و 6 ماه یک بار هست رو خدمت شما بگیم. توی اسلاید بعد یه مقدمه رو فیلم میگم من و بعد وارد توضیحات رو خود فیلم میشم. پس ما با هم دیگه میریم بخش بعدی رو میبینیم. خدمتون عرض کردیم که اصول نگهداری دستگاه‌های سیپاپ و بایپاپ کمپانی رسمت خیلی پیچیدگی نداره و یه سری اقدامات عمدتاً از جنس شستشو و نظافت هست که باید
به صورت دوره‌ای انجام بشه. خب حالا ما یه فیلمی رو براتون آماده کردیم و توی این فیلم خدمتون توضیح میدیم که هر کدوم از اجزا و قطعات به چه شکلی باید شستشوی آنها و نظافتشون انجام بشه. قبل از اینکه من وارد فیلم بشیم و روی فیلم بخوایم صحبت کنیم، یه چند تا نکته رو خدمتتون میگم با توجه به تجربه‌ای که داریم فکر کنم براتون مفید باشه. اول اینکه ما برای شستشو حتما باید از آب و آب ولرم حدود 55 درجه و صابون ملایم استفاده کنیم. از مواد ضد عفونی کننده قوی استفاده نکنیم که باعث خرابی این دستگاه ها میشه. نکته دوم این که برای همودیفایر حتما از آب مقطر استفاده کنیم. دوستان باز بعضی جا من میبینم که توصیه میکنن که از آب جوشیده شده استفاده بشه که این هم اشتباه. حتما باید از آب مقطر استفاده بشه، چون اگر از آب مقطر استفاده نکنیم تو سطح چمبر رسوب ایجاد میشه و بعد از یه مدت کارایی همودیفایر ما از بین میره. این هم نکته خیلی مهمه که من خواهشم اینه که حتما رعایت کنید. نکته بعدی دوستان، باز ما توی بعضی از فایلایی که توی شبکه اجتماعی میبینیم و آماده کردن اینه که این اقلام اکسسوری ها رو توی سینک ظرفشویی و یا روشویی داخل سرویس بهداشتی اینها رو میشورن و یا آموزش میدن که داخل سینک اینا ریخته بشه و یا روشویی سرویس بهداشتی. این هم به نظر من کار اشتباهیه، به خاطر اینکه خود اون محیط آلوده‌ایه و ما باید حتما از یه ظرف تمیز استفاده کنیم و اگر میخوایم اینها رو مورد شستشو قرار بدیم حتما باید داخل یه ظرف باشه. نکته بعدی این که اگر ما موقع شستن هفتگی چمبر دیدیم که داخلش رسوب وجود داره، میتونیم از محلول سرکه و آب استفاده کنیم. نسبتش هم 1:9 باشه، یعنی 1 واحد سرکه 9 واحد آب. یه محلولی آماده کنیم داخل چمبر بریزیم، چند دقیقه بمونه و بتونیم با یه حالا برسی میتونیم اون رو تمیز کنیم. پس اگر چمبر ما رسوب داشت میتونیم از این طریق رسوب یا آهک یا اون سفیدک هایی که داخل چمبر به وجود میاد و بتونیم از بین ببریم. نکته بعدی هم این که برای اینکه ما این اقلام رو بذاریم خوش بشن، یک اینکه از سشوار اصلا نباید استفاده کنیم و دوم اینکه مقابل نور خورشید هم نباشه، توی فضایی باشه که هوا بهش بخوره و از طریق اون اینها خوش بشن. که باز اینم نکته که لازم میدونستم که خدمتون بگم. الان توی بخش بعد ما میریم روی فیلم و روی فیلم نکات تکمیلی رو خدمتون میگیم. پس ما وارد بخش سوم میشیم که یه فیلمی هست که روی فیلم ما خدمتون صحبت میکنیم. باز تاکید میکنم که در مورد همه مدل ها این صدق میکنه این مطالب. من تلاش کردم که از مدل های مختلف به خصوص در مورد چمبر از مدل های مختلف بذارم که ببینید که هیچ تفاوتی وجود نداره، نظافت اینا همه باید مثل هم انجام بشه. پس اینم باز جهت یادآوری خدمتون عرض کردم. پس ما وارد بخش سوم میشیم که اونجا روی فیلم میخوایم مفصل در رابطه با نگهداری دستگاه و ماسک صحبت کنیم. پس ما وارد بخش سوم میشیم. خب دارید میبینید نحوه نگهداری دستگاه رو. اول از همه دیس اسمبلینگ بود که ما میایم قطعات رو از هم جدا میکنیم، چمبر همودیفایر رو جدا میکنیم. همونطور که میبینید چمبر جدا شده. یه نکته که باید خدمتون بگم اینه که در ابتدا چمبر داغ هست. وقتی که تازه دستگاه رو خاموش کردیم صبر کنیم تا یه مقدار خنک بشه و آب چمبر رو خالی کنیم و با همون روش که خدمتون گفتیم نظافتش رو انجام بدیم. میبینید که لوله کلایمت لاین رو هم
از طرف دستگاه و ماسک جدا میکنیم. یک کانکتور خروجی دستگاه که توی دستگاه های سری ایرسنس و لومیس این کانکتور هست. حالا این دستگاه هم سری ایرسنس 11 هست، ولی تو ایرسنس 10 و لومیس هم این قطعه وجود داره که شما میبینید که جهتش رو باید به صورت حالت به شکلی که دارید میبینید باشه و یه دکمه داخل هست که اون رو بزنیم این قطعه در میاد. خب همونطور که میبینید چمبر به صورت روزانه خشک میشه و برای استفاده هم آب مقطر میریزیم تا اون سطحی که مشخص شده و میتونیم استفاده کنیم. اما به صورت هفتگی ما یه سری شستشوها رو گفتیم به صورت هفتگی باشه که این قطعه خروجی هوا بود که در آورده بود از داخل دستگاه. گفتیم که توی دستگاه ها وجود داره و نحوه خارج کردنش رو توضیح دادیم و چمبر و لوله رو هم میبینید که در داخل مخزن آب انداخت و شستشوی اون رو انجام داد. حالا یه چمبر دیگه هم هست برای دستگاه سری S هست که این رو هم دارید میبینید که خارج کرده از دستگاه و نظافت اون رو دارید میبینید که به چه شکلی انجام میشه و به صورت هفتگی به صورت کامل باید شستشو بشه، تمیز بشه و مثل همون چمبر قبلی توی فضایی بذاریم که خشک بشه و بتونیم به راحتی از اون استفاده کنیم. و خدمتون توضیح هم دادیم که حتما باید از آب مقطر استفاده کنیم. همه اینا یه سطحی رو مشخص کردن که تا اون سطح مجاز هستیم که آب مقطر رو بریزیم و بعد از اون میتونیم به راحتی از این چمبرها در داخل دستگاه استفاده کنیم. حالا من خدمتون گفتم یه مدل چمبر دستگاه های ایرسنس سری 10 و ایرسنس و لومیس هم براتون گذاشتم توی فیلم. ببینید که اون هم مثل بقیه فرقی نمیکنه. همونطور که میبینید اینجا هم یه چمبر رو میبینید که فکر کنم اکثر کاربرا این نوع چمبر رو داشته باشن. قطعاتش از هم باز میشه، جدا میشه و داخل یه ظرفی ریخته میشه. در آب و صابون ملایم میتونیم شستشوی اینها رو انجام بدیم. فقط یه نکته که باید بگم این که لزومی نداره حتما درب چمبرم ازش جدا بشه. همون داخل رو خود دستگاه هم رو خود چمبر هم درب دستگاه باشه، میتونیم فقط اون قطعه داخلیشو از داخلش در بیاریم و داخل ظرف آب بندازیم و یه چند دقیقه‌ای بذاریم قوطه ور بشه و بعد نظافت اون رو انجام بدیم و شستشوی اون رو انجام بدیم. در مورد لوله کلایمت هم این قاعده رو داشتیم دیگه که به صورت هفتگی لوله کلایمت هم باید مورد شستشو قرار بگیره. هم لوله کلایمت هم لوله های معمولی اگر استفاده میکنیم به صورت هفتگی باید مورد شستشو انجام بشه، شستشوی اونها انجام بشه که حالا اینجا فعلا چمبر رو فقط توی فیلم دارید میبینید که دارن شستشوش انجام میدن و خیلی عملی شما باید با نحوه نظافت این قطعات دارید آشنا میشید. خب همون باز یادآوری میکنم که حتما از یک ظرف جداگونه برای شستشوی اینها استفاده کنید و از ریختن این قطعات در سینک ظرفشویی یا روشویی واقعا خودداری بشه، چون اون محیط آلوده‌ایه، خودش میتونه باعث انتقال میکروب ها و باکتری ها به سطوح این اقلام بشه و خدای نکرده مشکلاتی رو برای کاربران عزیز به وجود بیاره. خب همونطور که میبینید دیگه مرحله بعدی مرحله مونتاژ این هست و مونتاژ این چمبر رو هم به راحتی میشه انجام داد و باز تاکید میکنم که نیازی نیست حتما درب این چمبر باز بشه
و به همون حالتی که وجود داره میتونیم شستشوی اون رو انجام بدیم. و نهایتا این که جدا دور از نور خورشید باید خشک بشن. و نکته بعدی هم در رابطه با نظافت هفتگی بود که با یه دستمال خشک نظافت اون رو باید انجام بدیم. و مرحله بعدی هم چک کردن این قطعات هست. همونطور که میبینید هر گونه اشکال در حالا وایر دست چمبر یا در رابطه با قطعات و هم ماسک هم چمبر وجود داشت باید رفع کنیم. از آب و سرکه هم گفتیم برای زمانی که آهک در داخل چمبر وجود داشته باشه گفتیم از محلول آب و سرکه به نسبت 1:9 میتونیم استفاده کنیم. مرحله بعدی هم تعویض فیلتر دستگاه هست که گفتیم به صورت 6 ماهه باید انجام بشه. و میبینید که همه این دستگاه ها فیلتر هوا دارن که این فیلتر قابل شستشون نیست و هر 6 ماه یک بار فقط باید اینا تعویضشون انجام بشه. برای دستگاه های ایرسنس هم من براتون یه فیلمی گذاشتم که میبینید که همه دستگاه ها این فیلتر رو دارند و توسط شرکت نمایندگی هر 6 ماه یک بار هم یه چک باید بشه دستگاه شما، همین که فیلتر اون تعویض بشه. و میبینید که در واقع اینا یک قابل شستشو نیستن. و نهایتاً دیگه بعد از اینکه همه قطعات خشک شدن لحظه مونتاژ در واقع دستگاه و قطعات هست. همونطور که میبینید کانکتور خروجی تو همون مسیری که از دستگاه خارج شده به همون شکل باید داخل دستگاه با یه فشار که بدیم این توی جای خودش قرار میگیره، لوله کلایمت وصل میشه به دستگاه و آب چمبر تا اون سطحی که مشخص شده پر میشه و آماده میشه برای استفاده بعدی دستگاه. پس این روال های 6 ماهه هم خدمت شما گفتیم که حتما رعایت خواهید کرد. اینم وصل کردن لوله به ماسک بود که استارت رو میزنیم و میتونیم استفاده کنیم. اما مرحله بعد مرحله نگهداری ماسک هست. ماسک رو خدمتون گفتیم تمام ماسک ها قطعات مشابهی دارند. اولین مرحله اینه که اونها رو از هم قطعاتش رو جدا کنیم و گفتیم که ماسک های کمپانی رسمت این خاصیت رو دارن که قطعاتشون به راحتی از هم جدا میشه. همونطور که میبینید کوشن ماسک اینجا جدا میشه ازش، همه قطعات از هم دیگه جدا میشن و آماده میکنیم خودمون رو برای اینکه بتونیم شستشوی اونها رو انجام بدیم. مرحله اول اینه که یک مرتبه زیر آب قطعاتی که گفتیم به صورت روزانه باید مورد شستشو واقع بشن زیر آب اول یه نظافتی رو انجام میدیم، شستشو رو انجام میدیم. اینجا میبینید که با برس در حال تمیز کردن در واقع این قطعات هست که بعد از این مرحله داخل محلول آب گرم و صابون ملایم قوطه‌ور میکنیم، یه چند دقیقه داخل این محلول بمونه و بعد میتونیم همینجا با برس مجدد نظافت این قطعات رو انجام بدیم. گفتیم این قطعاتی هستن که با صورت در ارتباط هستن و در مسیر تنفسی هستند. این قطعات به صورت روزانه شستشوی اونها باید انجام بشه که میبینید که این یه ماسک F20 بود تو این فیلم و مرحله بعد شستشوی نهایی بود که شستشوی اون هم انجام میشه و میذاریم توی محیطی که هوا بخوره و خشک بشه و بتونیم مونتاژ اون رو انجام بدیم. خب خدمتون گفتیم که ما بند ماسک و یا هدگر رو به صورت هفتگی مورد شستشو قرار میدیم و همونطور که میبینید اینجا هم به صورت هفتگی تو با همون روش قبلی در آب ولر و صابون ملایم شستشوی بند ماسک هم انجام میشه و توی محیط قرار میدیم که هوا به اون بخوره و خشک بشه و بتونیم مونتاژ ماسک رو انجام بدیم. خب مرحله بعدی قطعا مونتاژ ماسک هست. همونطور که میبینید به راحتی ماسک مونتاژ میشه، هدگر بهش وصل میشه، کوشن رو نصب کردن و
میبینید که بند ماسک هم به راحتی به ماسک نصب میشه و به فریم وصل میشه و ماسک آماده استفاده هست. و اینجا در واقع زمانی که ما میتونیم ماسک رو با خیال راحت استفاده کنیم. خب در رابطه با دستگاه بحث چک و بازرسی رو گفتیم. هفتگی در رابطه با ماسک هم همین چکای هفتگی رو باید انجام بدیم. اگر هر گونه اشکالی، آسیب دیدگی، ترک خوردگی و مشکلی از نظر ظاهری وجود داشت، حتما باید نسبت به تعویض اون قطعه اقدام کنیم. و خدمتتون گفتیم اگر اصول نگهداری درست رعایت بشه، واقعا به این زودی‌ها این قطعات خراب نمیشن و نیاز به تعویض ندارن. ولی خب وظیفه داریم ما که هفته یک بار برای که خیالمون راحت بشه، هم لوله هم ماسک رو که اکسسوریای دستگاه میشن حتما بازرسی کنیم و چک کنیم که مشکلی نداشته باشن. خب یه فیلمی هم توسط یه کاربری که انواع و اقسام ماسک رو داره استفاده میکنه اینجا براتون گذاشتم. میبینید که در خصوص هر ماسکی هیچ فرقی نمیکنه، چه ماسک نازال پیلوز استفاده بشه که الان میبینید یه ماسک پیلوز این کاربر داره دیساسمبلش میکنه و بازش میکنه. تو مرحله بعدم یه ماسک نازال رو این کار رو انجام میده که الان میبینید داره ماسک نازال استفاده میکنه و این ماسک رو دیساسمبل میکنه و میبینید که همه اینها اصولشون یکیه. مرحله اول باید دیساسمبل بشن، باز بشن تا بتونیم به راحتی شستشوی اونها رو انجام بدیم. اینم یه ماسک نازال هست که دیدید به راحتی در حال دمونتاژ کردنشه. و ماسک بعدی هم ماسک فول فیس هست که دیدیم این کاربر 3 نوع ماسک داره استفاده میکنه و میبینید که در رابطه با ماسک های مختلف دمونتاژ اونها رو انجام میده و کوشن رو اینجا میبینید که داره جدا میکنه. شستشوی هفتگی قاعدتا باید باشه که بند ماسک رو اینجا داره به صورت هفتگی شستشوی اون رو انجام میده. و در رابطه با سایر قطعات ماسک هم به همین شکل خیلی راحت میتونیم شستشوی اون رو انجام بدیم و خشک داره میکنه این ماسک رو و میبینید که تمام اجزا و قطعات رو، این هم فریم در واقع ماسک هست که داشت نظافتش رو انجام میداد. بعد از اینکه نظافت این راه رو انجام دادیم و خشک شدن، میتونیم خیلی راحت مونتاژ اونها رو انجام بدیم و به راحتی از اونها استفاده کنیم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه.